بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من توجيهات مهمة لشباب الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام می‌دهیم از رساله توجیهات مهمة لشباب الامه، یعنی دستورهای مهم، توصیه‌های مهم، نصیحت‌های مهم برای جوانان امت از آن شیخ علامه صالح بن فوزان عبدالله الفوزان، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. ما از این رساله پربرکات خیلی هم دستورهای مهم و نصیحت‌های یعنی به معنی را از کتاب الله و از سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که شیخ الله سبحانه و تعالی نگهدار باشد این کس را در این رساله گرد آوردن گذاشتیم. البته برای صاحب عقل و صاحب خرد، کسانی که مثال گیریم خواب خودشون چیکار میکنن، از خودشون دفع میکنن، اینها یک عبرت و یک پندی خیلی هم مهم میباشند و باید که خواب انسان در این سخنها چی شود؟ پریده رود. فهمیدی؟ در وقتی که کتاب خوب باشد، پند و نصیحتی خوب داشتگی باشد، شخص نظر به خوبی این کتاب نکرده خوابش برده مانه دیگر، این از تنبلی خودی طلبه است. فهمیدی؟ ما از این رساله بزرگ گویم چندین نصیحت ها را گفتیم گذاشتیم. از جمله نصیحت های را گذاشتیم برای خاطر آن که فرزندی صالح را به دست آورده شود، اول باید خودی شخص چی باشد؟ صالح باشد. فهمیدید؟ باید که خود ما مردها صالح باشیم و دوم باید که زنی صالح را اختیار کرده شود. زنی صالح را اختیار کرده شود. فهمیدی محمد؟ یعنی خدا آباد میشوی، بعد از آباد شدنت و زنی آباد میکاوی. فهمیدی؟ زنی صالحه به مثالی یا به مانندی انا زمینی تیاری سرحاصل هست که فقط منتظری کاریدن است. کاریدی میروید چی؟ میوه های خوب به تو عطا میبخشد، ثمره های خوب میدهد. فهمیدی؟ تو به مثال دهقان میشوی، زنی صالح به مثال یعنی که زنی سرحاصل و پر حاصل میشود. نه. و همچنین بارک الله فیکم دیگری از یعنی سبب های، یعنی سبب تشکیل کردن در کار است. دیگری از سبب های فرزندی صالح را به دست آوردن چی بوده است؟ وقتی که الله سبحانه و تعالی به تو فرزند عطا می بخشد، خواه پسر باشد و خواه دختر باشد، باید که نامش نامی نیک گذاری. فهمیدی؟ باید احتیاط کنی از بولتبایو، از تیشبایو، از چی گفتیم با سنگین بایو، تاش محمدو، با چی؟ با اگر نمای قزاقستان باشد دیگر الپسبایو، تقسمبای، از اینها باید که نگه داری. بارک الله فیکم. ترغنبایو. نه. و شیخ فرمود که و کل له من اسمه نصیب، هر یک انسان از نامش با نصیب دار هست. فهمیدی؟ اکنون بس سوال به میان می آید که بس چی میگه درباره اون موسی و عیسی و محمد هایی که الکشن و ارخور و دوز متهم هستن؟ این با یعنی که دیگه سبب ها هست، یعنی که وایها رو والدینشون از تربیه اسلامی محروم کرده هستن. فهمیده؟ خیلی که با انسان های هست که تیشبای بالتبای هستن، لیکن الحمدلله در راه الله سبحانه و تعالی ملتزم هستن، یا که بگیم ملتزم که این کلمه بسوازی نه، یعنی که مستقیم هستن. چون که باید تربیه خوب دارن. نام و بهترین نام کدام نام بوده است گفتیم؟
عبدالله و عبدالرحمن. فهمیدید؟ و آخران آنجا که استادیم که امروز از همان جا دوام میدهیم به اذن الله سبحانه و تعالی، یکی از حق فرزند بالای پدرش از آن عبارت بوده است که باید که پدر برای فرزندش چیکار کند؟ یعنی که به خاطر فرزندی که تولد شدگی است عقیقه کند. بنابراین شیخ میفرماید که و کذالک من حقوق الولد علی والده ان یعق عنه. فهمیدید؟ یعنی همچنین دیگری از حق و حقوق فرزندان بالای والدشان از آن عبارت است که باید از نام فرزند عقیقه کند، بأن یذبح عنه العقیقه. فهمیدید؟ باید که از نام فرزندش عقیقه کند، عقیقه را ذبح کند. عقیقه به معنای حیوان است. فهمیدید؟ برای چی؟ عبادتا لله و شکرا لله عز وجل. این همچون عبادت الله است و شکر و منتداری و سپاسگزاری است برای الله تعالی. لانها فيها تقرب لله، زیرا در عقیقه این هم یکی از نمودهای به الله قربت جستن است، نزدیک شدن است. شکر لله این هم یکی از نشانه های شکر و منتداری است برای الله. و فیها تأثیر حسن علی المولود، و در عقیقه تأثیر خوب و تأثیر نکو است به فرزند نوتولد شده. لأن العبادة فيها خیر، زیرا در مد اول عبادت خوبی دارد. عبادت چی دارد؟ خوبی دارد. بارک الله فیکم. فيذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة. یعنی از پسر، یعنی از نام یک پسر دو گوسفند را ذبح کرده می شود. یعنی که اگر امکانیت داشته باشد، یکی امکانیت نداشته باشه یک تام کفایت می‌کنه، چخلی که شیخ عثیمین فرموده. و عن الجاریه، و از دخترچه یک تا یعنی که گوسفند را ذبح کرده می شود. و هذه سنت مؤکده لها تأثیر طیب علی المولود. این سنت مؤکده است که تأثیر خوب می بخشد، تأثیر نکو می بخشد به سر این کودک المولود نو تولد شده. قال صلی الله علیه و علی آله و سلم كل مولود مرتهن بعقیقته. رواه أبو داود في سننه بلفظ كل غلام رهينة بعقيقته الحديث. ورواه الترمذي بنحوه وكذا النسائي، كلهم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. یعنی این حدیث را که حالا خواندیم ابو داود روایت کرد به دیگر لفظ، و ترمذی و نسائی همه اینها از حدیث سمره ابن جندب رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که هر یک کودک نوتولد شده گروگان است به عقیقه او. امید هر یک کودک نوتولد شده گروگان است چی؟ به عقیقه است. یعنی چقدر که عقیقه خوبتر باشه، یعنی حیوانی که تو را ذبح می‌کنه خوبتر باشد و نکو باشد و خالص او را انجام دادگی باشد، تمام گوشت و پوست و استخوانش یعنی که چی صدقه دادگی میشود، یعنی که به اذن الله محفوظ میشود. چون که به هر یک خون و به هر یک یعنی که گوشت و پوستش تو در راه الله چیکار کردی؟ یک گوسفند را قربان کردی. فهمیدی؟ تذبح یوم سابعه، در روز هفتم کودک این حیوان را چی ذبح کرده می شود. و یحلق رأسه، سرش می تراشد اگر پسر باشد. اگر پسر باشد، محمد باشد یا کی مسعود باشد، چیکارش میکنه؟ سرش می تراشد، موی سرش. یعنی فهذه اسباب لصلاح المولود. این صلاحیت دارد، بهبودی است برای چی اونجا؟ صلاح نه اسباب، نه اسباب نه. فهذه اسباب لصلاح المولود بود. هم خلاصه اینم یکی از سبب ها است برای صلاحیت کودک نوتولد شده. اینم یک سبب بود است برای آبادی همین کودک. فهمیدید؟ با تاکید میکنم که با دخترچه سرش
چی بوی سرش نمیتراشند. فهمیدی؟ الا اگر چکلی که شیخ یحیی حفظه الله تعالی و رعاه گفتن که اگر مبادا یعنی که یگون کلک پیدا شده باشد و یعنی که موش تپه شده باشد هیچ علاجی تازه کردن نباشد اون وقت میشه گفته. لیکن عموم گرفته اگر زن یعنی که جنسی زن تماما یعنی که علاجش باشد سرش باید که چیکار کند یعنی که نتراشد. فهذه اسباب لصلاح المولود. مهم یعنی این هم عقیقه کردن هم یک سبب بوده است برای صلاحیت، برای بهبودی، برای فایده همین کودک نوتولد شده. و اجراءات یتخذها الوالد، این هم یکی از اجراءات است. فهمیدی؟ برای خاطر برای سعودی پرواز کردن رفتن هم تو نمیروی که بعضی اجراءات هست. مثال گیریم برای اگر زن اگر میرفتنی باشد باید که چه عقد نکاح داشته باشد، باید که مثال گیریم محرم داشته باشد و برای مرد میرفتنی باشد باید که جواز سفر و دیگه پول و پیسه داشته باشد. این اجراءات میگویند. فهمیدید؟ همچنین برای خاطر صلاحی فرزند هم، برای صلاحیتی کودک نوتولد شده هم بعضی اجراءات هست که یتخذها الوالد، پدر باید که اینها رو گیرد. فهمیدی؟ این خیلی نه که مثال گیریم زمانش تولد کن دقیقه کوچه سر دادن گیره یا توفش میگیرد و یک چیزش میگیرد با بی‌پروا میمونه و چیکار میکند الله اعلم. وكذلك على الوالدين أن يتخذ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو الأولاد. همچنین با هر دو والدین یعنی که بسری پدر و مادر واجب است که باید امر چیکار کنن؟ ان ینفذ باید باشه. یعنی که چیکار کنن؟ ینفذ، امر پیغمبر اجرا کنن. فهمیدی سودی؟ والدین به واجب است که امر پیغمبر چیکار کنن؟ ینفذ، و جا آورن نحو الاولاد، در برابر فرزنداشون. امر پیغمبر از چی عبارت بوده است؟ فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فهمیدی؟ رواه ابو داود فی سننه من حدیث عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده. یعنی این حدیث ابو داود روایت میکند از حدیث عمرو بن شعیب و از پدرش و از بابایش روایت کرده است. این حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که مروا اولادکم بالصلاه. فهمیدی؟ این درباره نماز الکه این مسئولیت نه فقط پدر است بلکه مادر هم در اینجا دخالت دارد. فهمیدی؟ میفرماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرزندهاتون به نماز خواندن امر کنید، نماز خوانید گوید. و هم ابناء 7 سنین، وقتی که ویا در سن 7 سالگی هستند. و اضربوهم علیه، به خاطر نماز، به خاطر سهلانکاری در نماز، بی پرواگی در نماز، فهمیدید؟ بی اهمیتی در نماز. این نماز یعنی که به اون نماز جمع کردنشون بعضیش بوشکا منه نماز عصر به نماز شما افته میکنن، این تماما مخالف است. فهمیدید؟ در این حالت چیکار کنید؟ زنید وایها را، لط کنید وایها را. فهمیدید که زنید و معنا نداره که فوتبال شو کنید و میسوگریم دست پاشون شکنید و بعد در انیماسیون پرتشون، نه، یعنی لطشون کنید. و فرقوا بینهم فی المضاجع، و در خوابگاه جاهاشون جدا جدا اندازید. فهمیدید؟ در خوابگاه در سن 10 سالگی شدن پسرها را مستقل و دخترها را مستقل خواب کنید، یعنی که در یک جاگه نباشند، یعنی که روپوش نباشند. نعم. حدیث ابو داود و المهنه از حدیث عمرو بن شعیب از پدرش و از بابایش. فالوالد راع ومسؤول عن رعيته والام كذلك راعية ومسؤولة. پدر و منزلی چوبان است و از زیردستانش جوابگری دارد. همچنین مادر هم به منزلی چوبان است و از زیردستانش چه مسئولیت و جوابگری دارد. فعليهم أن يأمروا أولادهم إذا بلغوا من سن 7 بالصلاة. واجب است به والدین و پدر و مادرها واجب است که فرزنداشون امر به نماز کنند وقتی که در سن 7 سالگی میشوند میرسند. میدید در سن 7 سالگی که رسیدن باید که فرزنداشون امر کنند که بچه‌ها نماز خوانید. گفت و یأمروهم بها، و نماز خواندن امرشون میفرماد. و این کانت لیست واجبة علیهم، گرچه که واقعا نماز در سن 7 سالگی بالای فرزندها واجب
واجب نباشد که ولكن لأن لها تأثيرا طيبا عليهم، ولی به خاطر چی به امر کرده می شود؟ نماز تأثیر دارد، تأثیر خیلی پاکیزه، تأثیر خوب می بخشد به فرزندان، لأجل ان یتدربوا علیها و یألفوها، به خاطر چی مشق کنند به نماز خواندن، عادت کنند. گفته فهمیدی سودی؟ عادت کنند، گفته مشق کنند به نماز و رام شوند. فهمیدی؟ رام شوند، یألفو، نماز برایشون بیگانه نحسابند. وقتی نماز گفته گنده چشمشون گشاده شود، دانند که نماز چی است. و كذلك یراقبوهم فی النوم، همچنین یعنی نظارت میکنند چی؟ انا فرزنداشون کنترل میکنند در وقتی خواب کردن. فلا یترک بعضهم قریبا من بعض لئلا تدب بینهم الشهوه، یعنی که وایها را میانشون چی به یکدیگر نزدیک نمیمانند خواب کنند تا اینکه در بینشان داخل نشود شهوت و فیحصل الفساد، و بس فسادی و ویرونی در بینشان روی میدهد. فیباعد بینهم فی الفروش، بس در همون جایگاه ها چیکار میکنند؟ بینشون جدا میکنند. ولا یترکوهم فی منام واحد، در یک خوابگاه چیکار میکنند؟ ایشون نمیمانند که خواب کنند. و هذا من الوقایه، این هم یکی از چیه؟ وقایت، یعنی اسلوب نگهداری، پیشگیری. فهمیدی سوده؟ خوابتون بسوده. این هم یکی از چی؟ از پیشگیری میگن، پیشگیری. فهمیدی؟ ولی عرب ها میگن که والوقایه خیر من العلاج کما یقولون، خیلی میگن که پیشگیری کردن، احتیاط کردن از علاج خوبتر است. اون معنا نداره که من داری گریپ دارم و هیچ گم نداره گریپ شوم. فهمیدی؟ من سیادونه دارم، هیچ گم ندارم من شمار زند بعد تنی قدی کوچه برایم. نه، پیشگیری کردن خوبتر است از چی شدن؟ از کسل شدن، شکمدر شدن، از کار زندگی موندن و از نماز و طاعت و عبادت موندن بهتر است. فهمیدی؟ برای من پیشگیری کردن در کاره، احتیاط کردن در کاره. فهمیدی بچه؟ احتیاط کردن بهتر است از تبابت کردن. فهمیدی؟ انا والوقایه خیر من العلاج. بعضی آدم‌ها خدا میتش میگه که الحمدلله چیزی هم نداره، کسلم شما در خونه سیادون دارم. مثال ده. ولهذا بعضی برای خاطر این بخلدنی که بعضی آدم‌ها رو میکشوی خیال میکنی اپتیک است. بعضی انسان‌ها رو خونش میروید، خونه همو خلدنی کش میکشه دیگه همو خونک میکردی چیزی یا که همو جیبوناشو میبینید خیال میکنید که اپتیک در آمده. چیکار کنن؟ فقط اتکال تکیه به دارو. این دارو بری درد سر، این دارو بری درد چشمه، این دارو بری پای، این بری شکمه، این بری دلای، این بری گرده، این بری وی. نه. ولهذا لما نفذ الصحابة رضي الله عنهم هذه التوجيهات نحو أولادهم نشأ منهم شباب قادوا الأمة بالعلم وبالجهاد وبالتعليم وفي الدعوة إلى الله عز وجل، من أمثال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت فهمیده؟ برای خاطر همین است که صحابگان گرامی وقتی که این دستورهای پیغمبر چیکار کردن؟ عملی انجام دادن. این دستورهای پیغمبر چیکار کردن؟ عملی انجام دادن، بجا آوردن در برابر فرزندانشان. از ویها جوانان تولد شد که امت را چیکار کردن؟ راهبری کردن به علم، که از عبدالله ابن عباس، یعنی که میگوید که من بسیار تر میدانم، و به جهاد و به تعلیم دادن و به دعوت کردن به سوی الله، از امثال عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمی و ابن عمر عبدالله ابن عمر ابن الخطاب و عبدالله ابن عمرو ابن العاص و معاذ ابن جبل و زید ابن ثابت، همین ها در جهاد و در علم و در معرفت و در دعوت یعنی که پیش قدم ترین انسان ها هستند، زیرا که والدینشون چیکار کردن؟ امر و توجیهات پیغمبر در برابر فرزندانشون انجام دادن. فهمیده؟ امروز جوانان رو میبینیم مرده. فهمیده؟ امروز جوانان رو میبینیم در راه الله، یعنی که مرده را اقدر نصیحتش کنی اگر در جنبش میدرد چخیلی در مثال میگویند. فهمیده؟ یا که یعنی که گفته اسوده یگان تاثیر نمیبخشد، خیال میکنید که چیکار کرده اسوده؟ خیال میکنید چیکار کرده اسوده؟ یک مرده را با کار بریده اسوده هیچ نداد زند. فهمیده؟
شخلی که ابن قیم میگویند معنای گرش. شباب من الصحابه یدوی ذکرهم الان فی التاریخ. نگاه کنید، جوانهای از صحابگان ذکر ویها را، خبر ویها را حالا در تاریخ صدا داده می شود. یعنی خبراشون در تاریخ هسته. کدام تاریخ رو میکشویی؟ نام صحابه ها ذکر شدگی هسته. فهمیدی؟ لانهم نشأوا على توجیهات الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. چرا نام ویها در تاریخ ثبت شده است؟ به نام نیک ویها را میگیرند، زیرا اینکه ویها کلان شدند، فهمیدی، حیاتشون رو گذراندن در اساس دستورهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علی تربیت آبائهم لهم علی الخیر، و در اساس تربیه پدرانشان به ویها در اساس خیر. یعنی برای خاطر آنکه پدرانشان ویها را چیکار کردن؟ با طبق برنامه نکو فرزنداشون رو تربیه کردن. اللهم ارزقنا. فلا نطلب الصلاح من الاولاد ونحن مهملون لهم. بس نباید که ما از فرزندها آباده را طلب کنیم حالا که خود ما بی اهمیت هستیم. آباد شوید گفته تمام و خواب بزنیم، آباد شوید نکو شوید گفته یعنی که با بی اهمیت باشیم نسبتشون، یعنی آباد شوید گفته باید کنترل کنیم. بل نعمل الاسباب لصلاحهم. باید که چیکار کنیم؟ یعنی که برای صلاحیت ویها، یعنی که سبب ها را تشکیل کنیم، نه خواب رو بینیم. اما اننا نطلب منهم الصلاح من غیر ان نعمل الاسباب هذا من الضياع. اما مانند بعضی کسا یعنی که از ویها یعنی صلاحیت و بهبودی را طلب کنیم و بدون آنکه ما یگون سبب تشکیل کنیم، این از ضایع کردن است، یعنی از دست دادن فرزند. و من طلب العلا من غیر کد فقد اضاع العمر فی طلب المحال. کسی که طلب آرزومندی مرتبه بلند می باشد، بیگون غم و اندوه، بیگون مشقت، بیگون محنت، در دور جاگه از سحر تا بیگه خواب است، فقط وقتی اوقات می خیزد. فهمیدی؟ نیکی نیتش چیه؟ من میخواهم که یعنی که یک داعی شوم، من میخواهم که یک سربلند شوم در این دنیا آخرت، لیکن در دنیا چی؟ در گردش ادیال پیچاندگی. این کس میگه حیاتش ضایع کرده در طلب یک چیزی ناممکن. این به مانند اون کسی که چی میگه کاش پرنده میبودم پرواز میکردم، کاش پرنده میبودم پرواز میکردم. گفته چیکار کرده است؟ این مانند همین. فهمیدی؟ و من طلب العلا من غیر کد فقد اضاع العمر فی طلب المحال. فقط میبینیدش که پنسه برآمده است، هیچ نه چیکار کنن؟ انا هو کاش که بود در تاجیکستان نه پنسی یعنی که در کار گیرد. فلا بد من الاسباب اذا كنتم تريدون ان شبابكم ينشؤون على الخير والصلاح. باید که سبب تشکیل کرده شود اگر شما واقعا خواهید که جوانای شما در اساس خیر کلان شوند و در اساس صلاح یعنی که کلان شوند. و علی خدمتکم و خدمت الامه. و اگر خواهید که شما را خدمت کنند و برای امت اسلام خدمت کنند، فاعتنوا بهم. باید که نسبتی و اهمیت دهید. واصبروا علی ما تلاقون من التعب نحوهم. باید صبر کنید از هر یک عذاب و مشقتی که در روبروی اینها یا که در تربیه ویها روبرو میشوید. غمتون میدین، اندوهتون میتین، این میکنن و این میکنن. باید که صبر باشید، با صبر باشید، یعنی که بیزار نشوید از فرزنداتون. فان هذا فی سبیل الله. همه اینها در راه الله میشوند. فهمیدی؟ همون فرزند از غمت میدید کو نماز خونش میگوی قباقاش آویزون میکند. فهمیدی؟ این که میگوی یعنی که وای میشند. همه اینها در راه الله هستند. الله تعالی در سوره طه در آیه 132 میفرماید که و امر اهلک بالصلاه واصطبر علیها. خانوادت به نماز خواندن امر کن و نسبت نماز با صبر باش. این خیلی که ابا گفتم یعنی که تمام دیگه خانم میخونن نه خانم نه، یعنی با صبر بنا اینکه یعنی صبرت با صبر باش و این کار دوام دادن گیر. یا با دو بار خطه نمیشود، گفتن میگیری تو مردنت. فلا بد من الصبر. صبر حتمی است. اما ان تستریح
و تريد ولدك ان يصلح، اما خودت استراحت کنی، دم گیری، اینجا اونجا ضیافت خوری کنی، گردی گپ خورک کنی، چخیلی که میگوین و خودت دم گیری و استراحت کنی و میخواهی که فرزندت اصلاح شود، هذا بعید، این از عقل و فراست دوره. یعنی این از برنامه نشان دادگی پیغمبر دور است. هیچ نمی شود که تو دم گیرو فرزندی تو خودش چی شود؟ انا صلاح شود. لابد من الصبر والاحتساب، باید که صبر کرده شود و امید ثواب کنی و صلاح النیت، و حتمی است باید که نیت صالح باشد. فاذا فعلت الاسباب الصالحه فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. نگاه کن، وقتی که تو سبب‌های درسته، سبب‌هایی که باعث صلاحیت فرزندت میباشد تو انجام دادی، البته الله سبحانه و تعالی اجر کسانی را که عملی نکو انجام میدهند ضایع نیست نمیگرداند. الله تعالی در سوره طور در آیه 21 میفرماید که والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، و تبعتهم ذریتهم، یعنی از پس ویها فرزندانشان رفتند. فهمیدی؟ کسانی که ایمان آوردند و از پسشان فرزندانشان رفتند، به ایمان، یعنی از جهت ایمان از پشت پدر و مادرشان رفتند. الحقنا بهم ذریتهم، ما در روز قیامت ذریتشان قطعی همشه یک جای میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شیء، از عملی کردگیشان یگان چیز ما کم و کاستن نمیگردانیم. و کل امرئ بما کسب رهین، هر یک انسان چی؟ من چی گفتم؟ نه من خودم گفتم. کل امرئ بما کسب رهین، یعنی هر یک انسان به کسب کردگیش چه؟ گروگان می باشد. هر یک انسان به کسب کردگیش چی می باشد؟ گروگان می باشد. فهمید؟ یعنی که هم کسب کردی میگیری. گفته صداست. بارک الله فیکم. یعنی در روز به این معنا، برای خاطر آن که شما خیلی که در اینجا در این دنیا یک جایه هستید، به زن و فرزندتان خوب و خرسند هستید، در روز قیامت یعنی چی؟ الله سبحانه و تعالی همتون یک جایه میکند. گرچه که بعضا میشه در روز قیامت که مرتبه پدرها در بلندی است و فرزندها در پایان است، به سبب در دنیا تربیت خوب کردنشان از الله تعالی، یعنی که مهربان است، میتونه که فرزندها رو برآورد و مرتبه پدرها رسوند. یا که عکس، فرزندها همین خیلی یعنی عالم و علامه شدن و خدمت کننده در راه الله شد دیگه، اصلا مرتبه هاشون در روز قیامت میشود که چی؟ بلند از پدرهاشون. الله تعالی قادر است چیکار کند؟ مرتبه این پدرها هم در روز قیامت همراه فرزنداشون چیکار کند؟ بلند گرداند. خیلی که شیخ میفرماد که نعم الحق الله الاولاد بآبائهم في الجنه، شیخ میفرماد که الله تعالی فرزندان را با پدرهاشان در جنت یک جایه میکند. لان آبائهم نشأوهم على الايمان والطاعه والعباده والخیر، چون که پدرهاشون چیکار کردند؟ وایها را به وایه رساندند در اساس ایمان، طاعت، عبادت، خیرشون آموزند. نه زبان انگلیسیشون آموختند، نه اینکه یعنی که مثال گیریم امریکاشون فرستوندن، نه اونجا نه اینجا نه روسیه فرستوندن شد که پول بیار شو برای من. فتبعوهم، و فرزندان چیکار کردن؟ پیروی از والدینشان کردن. و صاروا علی نهجهم، به همون راهی پدر و مادرشان رفتگی رفتن. و به شرطی که راهشون با درست باشد، راه بدعت و خرافات نباشد. و فی یوم القیامت اذا دخل آباؤهم الجنه، در روز قیامت وقتی که پدرهاشون به جنت داخل میشوند، و دخل الاولاد الجنه، و فرزندها به جنت داخل میشوند، و صار الابناء فی منزله والآباء فی منزله اعلى، و فرزندها در یک مرتبه باشند و پدرها در یک مرتبه باشند که مرتبه پدرها در بلندی باشد نظر به فرزندها. فان الله یتکرم علی الآباء فیرفع اولادهم، بس الله سبحانه و تعالی به این پدرها اکرام کرده، فرزندهاشان را نیز یعنی برداشته به رتبه والدین میرساند. اول عکس، یا که عکس، یعنی که اگر فرزندها چی رتبهشون بلند باشد، الله سبحانه و تعالی به فرزندها چیکار میکند؟ یعنی که اکرام بخشیده والدینشون به مرتبه ویها برآورده میرساند. اذا كان الآباء فی منزله والاولاد فی منزله ارفع، وقتی که پدرها
در یک مرتبه باشند، در یک مقام باشند و فرزندها در یک مقام بلندتر باشند. فإن الله يتكرم على الآباء فيجمعهم بأولادهم في الجنة لتقرع أعينهم بذلك. البته الله سبحانه و تعالی با پدرها اکرام میبخشد و اینها را به فرزنداشون چیکار میکند؟ یک جای جمع میآورد در جنت تا اینکه به سبب این نزدیک شدن چشم ایشان آسوده و چشم ایشان در شاد و خرم باشد. بعد از آن الله سبحانه و تعالی نصیب کرده باشد در درس آینده شیخ برای ما و شما نصیحت میکند که اگه فرزندها شما باید چیکار کنید. اما انتم ایها الشباب فعليكم ان تهتموا بانفسكم اولا. اما شما هم ای فرزندها، ای جوانان، بی‌پرواگی نکنید. باید که شما هم نسبت صلاحیت خودتان برای خلاص کردن جون خودتون از عذاب مشقت دنیا آخرت تلاش کن و کوشش کننده باشید و یعنی طلب علم نافع مشغول شوید و توجه به طلب العلم النافع. باید که اونجا که علم منفعت نو بخشیده می شود شما چیکار کنید؟ متوجه شوید به دست علما، خود در مدرسه ها باشد و خود در معهد و خود در کلیه و خود در مسجد ها و هکذا. ان شاء الله این درس آینده میگذاریم. الله سبحانه و تعالی اگر ما و شما در قید حیات گذاشته باشد. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.